گوزن. اینجا اتوبان M11 یه اتوبانیه که باید عوارضی پرداخت کنی از سمت خب چی داشتیم میگفتیم؟ آره از سمت چی بود؟ مغزم کلا خاموش میشه. اینجا اتوبان M11 یه اتوبانیه که باید عوارض پرداخت کنی. بعد عوارضش هم نسبتاً گرونه، تقریبا ببینید تردد زیاد نیست. اتوبان M11 از سن پترزبورگ شروع میشه میره به سمت مسکو. البته ما تا وسطای تا تقریبا کیلومتر 545 به بعد دیگه میفتیم به تو اتوبان E110. E110 عمومیه، جاده قدیمیشه انگاری. E105 معذرت میخوام، E105 یا همون M10 میفتیم M10. موفق باشید. یا هم یادم رفت این اتوبان کلا از وسط دل جنگل رد شده. این سر و اون سر، این سمت و اون سمت و فنس کشیدن. حیوانات وحشی یه وقت نیام تو اتوبان. البته بعضی موقع هم از بالای فنس یه موجوداتی مثل آهو و نمیدونم اینا میپرن میان. باید خیلی مواظب باشی که بهشون نزنی، هم خودت آسیب نبینی همون حیوان بیچاره رو از بین نبری. کلا همه جاش جنگل، همه جاش سرسبز. الان دما 11 درجه، صبح ساعت 7 و عذرخواهی میکنم 7 آره تقریبا. بعد مورخ یکم فکر کنم یکم بعد از می چی میشه؟ این تاریخ میلادی رو من یاد نگرفتم که نگرفتم. دیروز 31 می بود، امروز یکم چی میشه؟ آگوست میشه. خلاصه اونه، خودتون بعداً تحلیل کنید. گفتم این سرسبزی کلا این روسیه سر تا سرش به غیر از داغستانش همش جنگل و سرسبزی و آب و بارون و دریا و رودخونه و کلا تو آبه. بعضی اوقات این سرسبزی این درخت‌ها رو، آبی که پای این درخت‌ها هست و میبینم دلم برای درخت‌های سرزمینم خیلی میسوزه. به این درخت‌ها میگفتم که تو رو خدا درخت‌های ایران هم دعا کنید، اونا تشنن. ای خدا ای خدا، سرزمین من نمیدونم چرا اینجوری خشکید. این درخت‌ها رو که میبینید خشکوندن میخوان دیگه بهره برداری کنن. اینجا بزرگترین صادر کننده چوب و تخته و اینجور چیزاست دیگه، MDF و ایناست.
احساس میکنم خدا هرچی نعمتی داده به اینجا خیلی زیباست. آسمون بسیار آبی و صاف و قشنگ، هوای خیلی پاک. Very beautiful. بسیار زیباست. صحنه‌های قشنگ سرسبزی و گفتم با همتون به اشتراک بذارم. عذرخواهی میکنم امروز 1 ژوئن 2025. بله در حقیقت آدم ها رو ما تقسیم کردیم که مثلا این آمریکایی باشه، این یکی چینی باشه، این یکی ایرانی باشه، این یکی روسی باشه، یکی دیگه شون اوکراینی باشه، یکی دیگه شون انگلیسی باشه، یکی دیگه شون هندی باشه. و این القابو تقریبا ما بهش دادیم. چه موجودات اونجوری نیست، چرا در مورد موجودات اینجوری فکر نمی کنیم؟ مثلا نمیگیم این گوزن روسیه، این گوزن ایرانیه، یا نمیدونم هر چیزی. مثلا اینجا این خانومی داشت سگشو میچرخون، منم لنگه همون سگو دارم، سگ مینیاتوری. بعد خیلی به من ابراز عشق میکرد اون سگه، هی میپرید. اون سمتراست بچه ها، اون سمتراست دیگه اومده این بره فن. واو، دوستم میگه آهوها رو نگاه کن، بچه ها اومده این بره فنس. ای جانم، ای خدا نمیتونه بره اون بره فنس. نگاه کنید این آهو، آره بچه هم هست، حیوانی داشت میدوید که خلاصه اینجوری دیدم. متشکرم. با دوستم بعدم با هم حساب میکنیم. حتما با دوستم با بیسیم صحبت میکردم. عذرخواهی میکنم. آره این خلاصه این هاپوی کوچولو منم دقیقا لنگشو دارم. تمام حرکاتش، تمام کاراش، اون ابراز عشقش، ابراز محبتش عین تدی ما بود، عین تدی. اونجا اصلا یادت میره این روسیه ها، اون ایرانیه. پس
میتونیم بگیم که ملیت رو ما انسان ها خودمون به خودمون دادیم، وگرنه بخوای حساب کنی همه موجودات با هم یکی هست، یه غریزه دارن و مثل همن. اونجا رو میبینید، اونجا اتوبان M10 یا همون E105. ما الان اینجا خارج میشیم که بریم E105 دیگه، پولی بسته. خب اینجا ورود این اتوبان وقتی میای پای اون کیوسکش، دیگه کیوسکی نیست، انسانی نیست که اونجا بشینه کار کنه. شما اونجا یه دکمه ای رو میزنید، یه کارتی بهت میده. کارتی که میگیری این کارتشه. خب کارتی که میگیری، کارتو میده، علمک میره بالا. علمک میره بالا، راه برای شما باز میشه. وقتی راه برای شما باز شد، شما وارد اتوبان میشی و به رانندگی ادامه میدی. بعدش میرسی اونجایی که میخوای از اتوبان دیگه خارج بشی، باید عوارضی رو پرداخت کنی. عوارضی رو حالا همین کارتو اینجا دستگاه هایی داره، دستگاه های مثلا آبربانک، میدی داخلش، کارتو میکشه میبره، بعدش خلاصه پولش رو اعلام میکنه که چقدر باید بده. اینجا رو داشته باشین تا رد کنم اینجا رو، این عملیات رو انجام بدم. خب این دستگاهشو میدیم داخل. اینم اینه، ببخشید. خب 1510 کمربند رو وا کنم، عذرخواهی میکنم. اینم 500. ببین علمک رفت بالا، چراغش سبز شد. بریم بچه ها، چراغ سبز شد، علمک رفت بالا. 1510 روبل ازم گرفت. تا این میزان رانندگی در اتوبان رو به من اجازه شد.
1510 تا. پس چرا از من 950 تا گرفت؟ وقت دیگه دور بزنم یه هاشو بگیرم. 1510 تا گرفت. میگم بیا برگردیم بگیم آقا لامستم تو 1100 تا گفته بودی، چرا 1510 تا گرفتی؟ البته یکی از دوستان میگفت 1100 تا اینجا چیزشه به اصطلاح عوارضشه، ولی خب احتمالاً خیلی وقت پیش اومده بوده و گرون شده. گرون کرده بود. آره ولی خب باز نیست چون پلیس نیفتادی. به خدا میارزید. چقدر قشنگ، چقدر راحت اومدی. کرایه درست حسابی میگرفتیم واقعا تا مسکو میرفتیم. آسایش رو الان شما آساد 13 رو با آساد 7 مقایسه کن. بله ببین موزیه افتادیم که آساد 13 اونم ناخواسته جلومون بسته بود، نزدیک $50 برای من عوارض اومد دیگه. اون گرونتره واقعا، بکنم اون خیلی شخصیه. خب اون مال مسکو دیگه. خب حالا که خیابونیه شهریه برونتره برای این بین شهریه دیگه. خب ما از اتوبان M11 دیگه خارج شدیم، ولی همچنان در دل جنگل. این طرف رو نگاه کنید، این درخت تخم مرغ، بارمون هم که تخم مرغه. مربا کره مربا بد نیست. آشپزخونه های ماشینمون تقریبا چیزای مایحتاج اولیه زندگی هر خونه ای رو تقریبا داره. ما وقتی میریم سفر انواع اقسام کنسروا رو که میاریم هیچ، بعد همسر مهربون غذا میپزه، بعد خودمون کنسروش میکنیم. خورشتا شد، خورشتای اونها نیمه ببخشید سیامک چون ببخشید، من دستم مونده بود تو این چیزه، داشتم همونجوری واسه خودم صحبت میکردم. ندن خدا و این فریبرز من بگیم چی؟ فریبرز خدا لعنتت کنه. فریبرز کی بود انداختی گیر من. عذرخواهی میکنم. کجا بودیم؟ آره آشپزخونه دو طرف به اصطلاح
این ماشین ما تو قسمت یدکمون یخچاله. یخچال اون واسه خودش موتور جداگونه‌ای داره، گازوئیل مصرف میکنه، باک جداگونه‌ای داره و یعنی این ماشین من انگاری 2 تا موتور داره. یه موتور برای کشنده است، یه موتور برای به اصطلاح یدکم و این موتور عالی بود متشکرم دیدم. آره اگه نون داغ پیدا میکردیم چی میشد؟ دنبال این پرنده میرفتیم، اینم دنبال نونایی میگشت. والا فکر کنم این نون گرفته بود خورده بود و داشت پیاده روی میکرد هضم کنه. تکخور خب پروند خدا بگم چیکارت کنه سیامک. داستانو پیچوندی. کجا بودیم؟ آره 2 طرف ماشینمون یه جعبه های بزرگی داره که مثلا ما یکیشو اختصاص دادیم به پخت و پز و آشپزی و آشپزخونه و اینجور چیزها و یه طرف هم اختصاص داره به ابزاری، وسایلی یا تاشخالی خلاصه که شاید به درد ماشین بخوره هنگامی که تو راه میمونی یه چیزی خراب میشه. اونجا شاید مثلا یه چیزایی پیدا کنی که عوض کنی با اون قطعه معیوب عوضش کنی. بعد تو این آشپزخونه ما تقریبا ادویجات هست، همه ادویه ها هست، ظروف به اندازه کافی نه زیاد. باید ظرفایی باشه که ظروفی باشه که به راحتی شکننده نباشه. به هر حال ماشین همیشه در تلاطم، همیشه در حرکته. الان میخوایم بریم مثلا صبحونه درست کنیم، میتونیم نیمرو بپزیم، املت بپزیم، عدسی کنسروشو دارم میتونیم عدسی بخوریم دیگه. امیدوارم لذت برده باشی، هرچند محدود، هرچند کم و شاد و خرم باشی. همه تون به خدای بزرگ میسپارم.